یک جان تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، محترم بنیادکاران نیروهای برقی آبی راغون، حاضرین ارجمند، با عرض احترام و افتخار زیاد همه شما را به مناسبت جشن مقدس و مبارک ملی سالگرد 28می استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و به کار آغاز کردن اگریگات دویم نیروهای راغون انشاد تقدیرساز خلقمان صدقاً تبریک میگویم. دوستان عزیز، من خوب در یاد دارم سفرهای اولینی که من به نیروهای برقی آبی از رفتی ساختمان شناسایی پیدا کردم. نه اینکه مردم تاجیکستان، نه اینکه سیاستمداران و متخصصان خارجی، حتی بعضا خودی من نیز در حیرت میماندم آیا ما میتوانیم بنیاد کرده این نیروگاهی بزرگ را یا نه. به نهایت من این روز شاهد گشتم که انا این است اقتدار بزرگی خلق تاجیک، ملت تاجیک، آنچه که سرجمی آن و وحدت ملی صلح و ثبات کامل دولت تاجیکان. اگر مقصدها نیک باشند، نیتهای نیک باشند، کار نمیشدگی در دنیا نیست. برای من چی نیست؟ من باوری کامل دارم خیلی کارهای بزرگی در پیش هستند. از سم دشواری وزمینی ها را ما پس سر کردیم. 99.9% ساختمانچان را خود متخصصان تاجیک تشکیل میکنند. شرکت های خارجی که در اینجا کار و فعالیت دارند، متخصصان، من میدانم از یک چند کشورها، از اروپا، از کشورهای سابق شوروی، از دیگر کشورها، ما به همه آنها بار دیگر از صمیم قلب از نام مردم تاجیکستان، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام شخصا خودم یک جهان تشکر و احسان میگویم. چه خوشبختی، این چه خوشبختی است که در روز استقلالیت خلق تاجیکستان در روز جشن استقلالیت باز یک جشن دیگر، یک تحفه ارزنده برای خلق تاجیکستان، یک مشکلاتی که مردم تاجیکستان داشتند. من هیچگاه از یاد نمیبرارم سالهای 90. من این را باز میگویم، این تاریخ است، تاریخ را سوزانده نمی شود. ما چگونه مشکلات داشتیم؟ قریب 8 ماه 80% اهالی عموما برق نداشت، مخصوصا در فصلهای زمستان و تیرماه و زمستان. چگونه در سردی ها حتی بعضا در شهرهای کلان، در تولدخانه ها حتی فقط کودکان بقای گرفته شده بودند و بسیاری ها باوری نداشتیم که ما باز این روزهای نیکم میرسیم. یک زمان من نقب انصاب را شروع کردم. زمانی خیلی وضعی بود، حالا جنگ شهروندی بود، مبلغ نبود، اقتصادیات در حالت بحرانی قرار داشت. وقتی که ما در آنجا جمع شدیم، بسیاری ها به من گفتند، حتی اعضایان حکومت، محترم پرزیدنت، مبلغ نیست، تکنیکا نیست، ساختمانچیان نیست، ما نمیتوانیم، حالا که اتحاد شوروی این کار را انجام داده نتوانست. من هیچگاه همین سخنان خود را در آنجا از یادم نمیبرم. اگر هیچ کی نداشته باشیم، هیچ قدرت و توانایی نداشته باشیم، لیکن ما
با قوه بزرگ پنجه هایمان، با همین ناخنهایمان که در نقب انصاب را ما حتما بنیاد میکنیم. من قریب 3 ساعت امروز یک جا تشکر، من اون کارهایی که نقب شیرتان انصاب بود دیدن میکردم از رفتی ساختمان، از ساختمانچیان، نتکنان. خب در جاهای سنگین رفتیم، آبهای زیاد، چند مراتب پیشنهاد کردند که جناب عالی نمیشود، محترم پرزیدنت خط را دیگر کردند در کار، گفتن خط را دیگر نمیکنیم. من هیچگاه از سفر نگشتم، میرویم به پیش، به پیش، قدم به قدم به پیش. امروز من قریب 3 ساعت خیلی شد آمده بودم از رفتی ساختمان، شنید دیدن کردم قریب که اکثریت ساختمان ها چقدر سرعت تکنولوژی، من میگویم متخصص چی قدرت و توانایی دارد. من تکنیکای آنچه که پیشتر متخصصان ما وطنی آوردن شرکت ها دیدم در یک شبانه روز 10 متر نقبی ورتیکالی میکند یک آدم، 10 متر هزارها کس را عوض میکند، هم سرعت، هم حجم مبلغ صرفه، هم وقت. و دیدم من این روز از ساختمان، من خودم انگشت حیرت گزیدم. آفرین بر شما ساختمان شد. با مقصد رشد ساحه انرژتیک حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 16 میلیارد سامانی ادامه داشته. در دایره آنها تا به امروز 7.6 میلیارد سامانی از خود گردیده است. آفرین، احسن میگویم من، احسن میگویم. من تمام چاره ها را اندیشیده ایستادم که نیروگاه به مبلغ نماند، به مواد ساختمانی نماند. تمام شرایط ها را دیده ایستادیم و کوشش میکنیم که باز هم سرعت ساختمان را تیزانیم و مهلتی به استفاده دی پروژه ساختمان را کوتاه نماییم. من این روز دیدم چه امکانیت ها هست امکانیت ها. آن روز دور نیست که تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیاری ما به یک دولت نیرومند و پیشرفته و وطنی محبوب تاجیکان به ملکی باز هم آباد و آسوده تبدیل می یابد. بار دیگر تمام مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما دلاوران جبهه زحمت، بنیادکاران راغون را به افتخار جشن مقدس ملی 28 سالگی استقلال و آزادی و با کامیابی نوبتی به کار درآمدن اگریگات دوم این نیروگاه بزرگ صمیمانه تبریک گفته برایتان خانه آبادی و برای کار و پیروزی های بیشتر آرزو می نمایم. پاینده و جاویدان باد استقلال و آزادی دولت نوین تاجیکان. شرف به ساختمانچیان و مهندسان و متخصصان دلاوری نیروگاه برقی آبی راغون. شرف به مردمی باننگ ناموس، شرف به مردمی باننگ ناموس، وطن دوست و وطن پرور، زحمتکش و آبادگر و صلح دوست و فرهنگ سالاری تاجیک. راغون برای مردم شرمند تاجیکستان ساختمان سرنوشت است، میدان ننگ ناموس و جبهه زحمتی جوان مردانه می باشد. راغون آینده آبادی خلق تاجیک، سری بلند و روی سرخ هر فردی وطن و کفیل بالا روی نفوذ و آبروی دولتی آزاد و صاحب اختیار تاجیکان است. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی مرد.
همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان بپیش، بپیش، بپیش. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.